میگویند دختری اکی زنم رو میتوانم خانه‌دار شوم. دختری اکی زنتان حالان که همسر شما زن شما بر وی عمه می شود. اجازت نیست مادامی که همسرتان در نکاح شما باشد. در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها. بین یک زن و عمه‌اش و بین یک زن و خاله‌اش در زیر یک نکاح مرد جمع کردن اجازت نیست گفتن. یعنی یک مردک یک زنش مثلا خاله دیگر زنش میشد یا که عمه دیگر زنش میشد، اجازت نیست. یعنی زن دویم را نکاح کرده نمیتواند تا مادامی که با زن اول جدا شوید و عده‌اش نبراید. بعد عده‌اش برآمدن ثانی میتواند شما جینش را خانه دار شوید. والله اعلم.